یک مرد اگر دو زن داشته باشه، این دو زن برای همین مرد حلاله، اما او دو زن برای همدیگرشون حلال نیستند که تنی برهنه همدیگرشون تماشا کنن یا دست رسونن. او خیلی که خودت میگی در یک جایگاه با دو همسر حلالی خودت هم بیستر شدن، این کار خلاف شریعت است. اگرچه او دو زن برای تو حلال است، اما او دو زن برای همدیگرشون حلال نیستن که تنی برهنه همدیگرشون ببینن یا اینکه دست رسونن. با همین خاطر از این کارها مثلا قطعا پرهیز بکنه. بعضی همون انسان های هستن که همون پیروی با عالم غرب نوارهاشون رو میبینه و کینوهاشون رو میبینه، خیال میکنه همین کار خیلی یک مزه داره و پیروی از اونها میخواه که همین کار رو انجام بده، ولی این کار خلاف شریعت است، خلاف قانون الله است. زن حق نداره که در نزد یک زن دیگر تنی برهنه خودش نشان بده. خب فرقی نداره که او باغچونش باشه، یعنی فرقی نداره که او زنی دومی شوهرش باشه یا اینکه یگان زنی بیگانه دیگر باشه. از این کارها قطعا بپرهیزه. و من متاسفم که چرا در ذهن جوانهای امروز، در ذهن مسلمانهای امروز همین خیلی چیزهای فاسد پیدا می شود، چون که می بینن همون نوارهای همون مردم غرب کینوهاشون تماشا میکنن، فکر میکنن یک گونه مزه داره. شما برادرای عزیز از اسلام پیروی بکنید. بهترین نمونه برای یک فرد مسلمان طرز زندگانی پیامبر محمد رسول الله صلی الله علیه و سلم است.